اگه یه روزی بهت بگن در دل یه دریاچه زیبا شهری مدفون وجود داره با قبرها، خانه‌ها و حتی خیابان‌هایی که هنوز اون پایینن، باور می‌کنی؟ این فقط یه افسانه نیست، این واقعیتیه که توی جنوب آمریکا در ایالت جورجیانا هنوز هم ادامه داره. اسم این دریاچه است لنیر و هر کسی که باهاش درگیر شده یه جوری گم شده. سلام، من پوریا هستم و اینجا چنل پودار که امیدوارم که تا پایان این داستان با من همراه باشید. ممنون. سال 1956 دولت تصمیم گرفت رودخانه چاتاهوچی رو ببنده و یه دریاچه مصنوعی بزرگ بسازه. بهش میگفتن دریاچه لنیر. اما قبل از اینکه آب جمع بشه صدها نفر مجبور شدن خونه هاشون رو ترک کنن. روستاها، کلیساها، مغازه‌ها، حتی یه قبرستان بزرگ. کارگرها گفتن زمان نداریم، فقط قبرهایی که پیدا میشه رو انتقال بدید. اما کسی دقیق نمیدونه چند تا قبر اون پایین موند. بعضیا میگن صدها جسد هنوز زیر اون آب. یکی از کارگرای پیر بعدن گفت من خودم با چشمهایم دیدم. وقتی آب بالا می اومد سنگ قبرها هنوز سر جاشون بود. و از همون موقع بود که نفرین شروع شد. از دهه 60 تا امروز بیش از 700 نفر توی این دریاچه غرق شدن. بعضی ها جلوی چشم خانواده هاشون بدون هیچ دلیلی. قایق سالم بود، هوا صاف بود، اما یه دفعه ناپدید شدن. غواصایی که برای پیدا کردن جسد پایین رفتن چیزهایی دیدن که هیچ وقت فراموش نکردن. یکی از اونها گفته بود اون پایین وقتی چراغم رو به سمت گلولای گرفتم یه دست از خاک بیرون اومد. بوی تعفن، چوب‌های پوسیده خانه‌های غرق شده و صدای فلزهایی که از عمق آب می اومد. بعضی از غواص‌ها بعد از اون دیگه هیچ وقت سر کار برنگشتن، چون میگفتن یه چیزهایی در اون تاریکی بهشون خیره شده بود. سال 1958 دو زن جوان با ماشین شفرولت آبی رنگشون از جاده‌ای که از کنار دریاچه میگذشت عبور میکردن، اما هیچ وقت به مقصد نرسیدن. 30 سال بعد غواص‌ها وقتی داشتن به دنبال یک قایق غرق شده میگشتن به یه ماشین قدیمی برخوردن. ماشین زیر گل دفن شده بود. داخلش 2 اسکلت پشت فرمان. از اون شب افسانه زن آبی شروع شد. مردمی که شبها از کنار دریاچه رد میشن میگن زنی رو دیدم با لباس آبی، خیس و سرد که وسط جاده ایستاده. وقتی بهش نزدیک میشن ناگهان محو میشه و فقط جای خیس کف جاده میمونه. پلیس محلی بارها هشدار داده اگه شب از کنار دریاچه لنیر عبور میکنید به هیچ کس که درخواست سوار شدن میکنه اعتماد نکنید. هنوز هر سال چند نفر توی لنیر ناپدید میشن. قایق‌ها بدون دلیل غرق میشن. صدای گریه زنی از وسط آب میاد و بعضی میگن وقتی به عمق دریاچه خیره میشی سایه هایی میبینی که دارن و از پایین بهت نگاه میکنن. شاید فقط یه اتفاق طبیعی باشه، یا شاید اونهایی که اون زیر مدفون شدن هنوز دنبال عدالتن. چون دریاچه لنیر فقط یه دریاچه نیست، یه گروه دست جمعیه که هنوزم زنده است. خب امیدوارم از داستان امروزمونم خوشتون اومده باشه. لطفا با لایک و سابسکرایب ازم حمایت کنید و باعث دلگرمی من برای ادامه این کار بشید. خیلی ممنونم. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار.